مگه میشه مافیای بازی رو قطعی پیدا کرد؟ جواب اینه که آره، راههایی وجود داره که ما بتونیم قطعاً مافیای بازی رو پیدا بکنیم. تو این ویدیو قراره که به نکته اشاره بکنیم که مربوط به طرز فکر مافیای بازیه و تو بر اساس کارت شهروندی خودت، بر اساس رفتار خودت، بر اساس روش فکر کردن خودت متوجه میشی که مافیای بازی کجا نشسته، با این تفاوتی که بین تفکر خودت و تفکر مافیای بازی وجود داره. اگر به این موضوع علاقه داری هیچ جا نرو، ادامه این ویدیو همراه من باش. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون، یعنی امیدز ورلد. من امیدم و اینجا قراره که مافیا رو زیر ذره‌بین قرار بدیم و به روشی اشاره بکنیم که با استفاده از اون میشه مافیای بازی رو بین بازیکن‌ها پیدا کرد. اگر به مطالب مافیایی علاقه داری حتما این چنل رو سابسکرایب کن، این ویدیو رو لایک کن که منو خوشحال میکنی و باعث میشه که این ویدیو به افراد بیشتری پیشنهاد بشه و منم ویدیوهای بیشتری میسازم. حتما برای من کامنت هم بذار که کامنت های شما رو دونه دونه میخونم و باعث میشه که ایده برای ویدیوهای بعدی شکل بگیره. بریم سراغ اصل ویدیو. پیدا کردن مافیای بازی، اونم قطعی چطور ممکنه؟ ببینید دوستان، مافیای بازی از نظر ناخودآگاهی، از نظر رفتاری یه سری باگایی داره که دست خودش نیست و به صورت ناخودآگاه این باگا رو میده که بازیکنای باهوش اینا رو متوجه میشن و به مافیای بازی تارگت میزنن. یه مافیا ذهنش سفیده. این یعنی چی؟ یعنی یه مافیا مثل یه بیمار آلزایمری میمونه، مثل یه کسی میمونه که فراموشی داره، خیلی خوب وقایع تو ذهنش باقی نمیمونه. دوم از همه این که این آدم سوگیری درستی نسبت به اتفاقات و وقایع نداره، واکنش مناسب نمیتونه نسبت به اتفاقات از خودش بروز بده، یا یه وقتایی خیلی اگریسیو میشه، یا یه وقتایی در مقابل یه تهدیدی که داره به سمتش میاد فوق العاده آروم و ریلکس، در صورتی که یه آدم عادی همچین کاری نمیکنه. یه نفر که ذهنش سفیده منطق زیادی نداره، رفتاراش بی منطقه و عموما عاطفیه. یه نفر که ذهنش سفیده کند ذهنش خیلی پویا نیست، نمیتونه خیلی سریع اتفاقاتو تجزیه و تحلیل بکنه و خیلی هم ساده لوحه و مشکوک شدن برای یک آدمی که آلزایمر داره و ذهنش سفیده خیلی چیز قابل درکی نیست که نسبت به آدما مشکوک بشه. حالا بریم تو بازی مافیا بررسی بکنیم که یک مافیایی که ذهنش سفیده و ما میخوایم بر اساس این تفکر و نقصی که تو ناخودآگاه مافیاست پیداش بکنیم، این مافیا با ذهن سفید چه مصادیقی داره، مصداق این موضوع چیاست. 4-5 تا از موارد رو براتون لیست کردم که میخوایم دونه دونه با هم دیگه بررسیش بکنیم. اول از همه این که وقتی به مافیای بازی تارگت میزنی، انگار که این آدم تارگت خورده، برمیگرده به من توضیح میده که آره امید، من شهروند بازیم، داری اشتباهی به من تارگت میزنی، در صورتی که عموما شهروند بازی وقتی که تارگت میخوره غیرتی میشه، میگه برای چی به من تارگت زدی؟ من بر اساس منطق درست خودم دارم بازی میکنم، تو به چه اجازه‌ای به من تارگت زدی؟ من دارم درست به بازی جریان میدم، اصلا به چه حقی تو به من تارگت زدی؟ تویی که به من تارگت زدی برای من مشکوکی، تویی که به من تارگت زدی برای من مافیایی. مشکوک شدنی که برای ذهن سفید مافیا اصلا تعریف نشده. مافیای بازی که خودش میدونه مافیاست، خودش هم میدونه که چه هم تیمیایی داره، پس چجوری میتونه نسبت به دیگران مشکوک بشه؟ همینجاست که تو متوجه میشی فلانی که وقتی بهش تارگت میزنی برمیگرده به تو توضیح میده، این آدم مافیای بازیه، چون ذهنش سفیده، نمیتونه مشکوک بشه با آدما، غیرتی نمیشه. مورد دوم اینه که مافیای بازی تارگت سفت عموما با آدما نمیزنه. یا آدم آلزایمریه، یا آدمی با ذهن سفید، یا آدم نامطمئنه و از همه مهمتر یا آدم ترسوه. یه مافیا با ذهن سفید تارگت صفر نمیزنه، لپ آدما رو میکشه، وای میسته عقب منتظر میمونه که چه موجی داره شکل میگیره بعد بپره رو همون موج سوار بشه. در نقطه مقابل شهروند بازی چجوریه؟ شهروند شجاعه، شهروند بیباکه، میگه من میرم انتحاری، میرم تارگت میزنم، اصلا برام مهم نیست، از بازی هم رفتم بیرون، خودتون اشتباه کردید، حتما اشتباهی به من تارگت زدید، حتما اشتباهی به من رأی دادید، من نگران هیچی نیستم، میرم تو دل قضیه، تارگتمو میزنم، بیرونم رفتم، اصلا برای من مهم نیست، من میخوام قشنگ بازی بکنم، حتی قشنگ ببازم. ولی مافیای بازی ترسوه،
مافیای بازی 0 تارگت نمیزنه. مورد سوم، مافیای بازی تا میتونه میخواد خودشو با بقیه درگیر نکنه. مافیای بازی اول از همه دلش میخواد تو بازی بمونه، چون مافیای بازی اگر تو بازی بمونه و همینجوری کم کم هم شهروندا به جون همدیگه بیفتن و دونه دونه از بازی برن بیرون، یا اصلا کسی هم از بازی تو طول روز بیرون نره، فقط شب مافیا شاتشو بزنه، همینجوری به تدریج هم بازی بره جلو، 4 روز 5 روز 6 روز هم بازی ادامه پیدا بکنه، مافیا اگر تو بازی باشه بازی رو میبره. مافیا اول از همه براش موندن تو بازی مهمه، دوم از همه دلش میخواد شهروند بیرون کنه. به خاطر همین موضوع مافیای با ذهن سفید و مافیای ترسوی ما الکی خودشو با بقیه درگیر نمیکنه، الکی خودشو وارد جنگای لفظی نمیکنه، الکی با این نفر دوئل بر نمیداره. در مقابل شهروند بازی چی؟ دوست داره با بقیه وارد جنگ بشه. وقتی که یه نفر بهش تارگت ضعیف میزنه عصبانی میشه، از جاش بلند میشه، میگه برای چی به من این تارگت مسخره رو زدی؟ دوست داره خودشو با بقیه وارد جنگ کنه، دوست داره با کله بره تو صورت حریف، میخواد کشتی بگیره با طرف، کاری که مافیای بازی میترسه از اون. مورد بعدی که اشاره به ذهن ضعیف مافیاها داره، فرض کن شماره 7 و شماره 8 تو بازی نشستن، شماره 8 مافیای بازیه و شماره 7 شهرونده. شماره 7 شهروند میاد یه تارگت با فکت ضعیف و اشتباه به شماره 8 مافیا میزنه. فکت اشتباهی که شماره 7 به کار میبره باعث میشه که بقیه شهروندا و بازیکن‌ها بریزن روی شماره 7. و جالبیش اینه که شماره 8 مافیا اصلا این موضوع رو نادیده میگیره. وقتی که شماره 7 این تارگت ضعیف رو بهش میزنه، این فکت ضعیف رو میگه، اصلا تو صحبتاش این آدم رو ایگنور میکنه. شهروندای باهوش بازی وقتی که میبینن شماره 8 بازی در مقابل این تارگت ضعیف هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده، بلند میشن و میگن شماره 7 ممکنه باگ شهروندی داشته باشه. ولی شماره 8 که این فکت اشتباه در موردش گفته شد و هیچ واکنشی از خودش بروز نداد، این آدم به احتمال خیلی زیاد مافیای بازیه، چون ذهنش سفیده، چون اصلا نمیتونه درست واکنش نشون بده. ذهنش درگیر اینه که الان قراره چی کار بکنه، ذهنش درگیر اینه که سناریوی شب انجام بده. مصداق بعدی ذهن سفیدم دقیقاً همینه، مافیا بر اساس سناریوی شب عمل میکنه و شهروند بازی عملکردش خلق الساعه است، در لحظه انجام میده کارا رو. مافیای بازی معمولاً بر اساس اتفاقات روز، چیزایی که الان بین بازیکن‌ها جریان داره عمل نمیکنه. سعی میکنه یه چالشی بین دو نفر ایجاد بکنه بر اساس ذهنیتی که از قبل داشته، من بین این دو نفر یه چالش ایجاد بکنم، یکیشون بره بیرون پشت دست فلانی بازی کنم، رأی بدم، بعد بگم تو گفتی که به این رأی بدیم. و مثلا یه دعوای دیگه که اون گوشه بین دو تا شهروند ایجاد شده نمیتونه دیگه به اون توجه بکنه، ذهنش نمیکشه. شهروند بازی چطور؟ شهروند در لحظه داره عمل میکنه، خلق الساعه، ببینه یه اتفاق اینجا افتاده درگیر این میکنه خودشو، ببینه یه اتفاق دیگه اون طرف افتاده درگیر اونم میکنه خودشو، بعد به 4 تاشون رأی میده، همه رو با هم دیگه میاره تو دفاعیه. ولی مافیای بازی جرأت این کارا رو نداره، میترسه. و مصداق آخرم اینه که وقتی که یه شهروند بلند میشه و به یه مافیا میگه که تو شهر منی، این مافیای خوشحال میشه، این مافیای ذهنش سفیده، ساده لوحه. در صورتی که یه شهروند میگه که فلانی تو از کجا میدونی من شهروند بازیم؟ فلانی تو برای چی داری پشت دست من بازی میکنی؟ ما اصلا ذهنیتامون مثل هم نبود. پس یه جنبندی بخوایم بکنیم، مافیای بازی ذهنش ضعیفه، ذهنش کنده، ساده لوحه، کاراش منطقی نیست. و بهترین روشی که من میتونم مافیای بازی رو تو بازی شناسایی بکنم بر اساس کارت شهروندی خودمه، بر اساس رفتارهای خودمه، بر اساس ذهنیت خودمه. نگاه میکنم میگم که من الان ذهنم رفته رو شماره 3 و 4، این دوتا خیلی مشکوکن، این دوتا انگار دارن زرگری میزنن، ولی نفری که بغل دست من نشسته اصلا به این موضوع توجه نمیکنه، بر اساس سناریوی شبش داره میریزه روی چند نفر دیگه، اصلا بی توجه نسبت به اتفاقاتی که تو بازی داره میفته. و من باید به عنوان یه شهروند هوشیار متوجه این آدم بشم. مرسی دوستان از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. حتما نظراتتون رو برای من کامنت بکنید. اگر به مطالب مافیا علاقه دارید حتما این چنل رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید که منو خوشحال میکنه و این پست‌ها رو هم اگر تونستید تو پلتفرم‌های دیگه با بقیه به اشتراک بذارید تا افراد بیشتری با این چنل آشنا بشن. مراقب خودتون باشید تا یه ویدیوی دیگه. خداحافظ.